پهلوان تاجیک از جمله بهروز حاجی‌زاده قهرمان جهان اومید به سامبو بیرون شود و ما هم حالا میرویم به استقبال ورزشکاران. اکثریت در مراسم استقبال پهلوانان می‌خواستند بهروز را با این پیروزیش تبریک کنند، دستش را فشارند و همراهش عکس بگیرند. همه می‌خواست در مورد اصول لت دادن دست از سوی رقیبش بفهمد. وقتی که او دست مرا با اصول لت دادن دچار گردید، من در آنجا حس ملی، حس وطنداری مرا فرا گرفت. من با تابلو نگریستم که در 19 ثانیه وقت بود و رهبریت کمیته جوانان و ورزش و نمایندگان از شهرداری دوشنبه هم به تبریک بهروز آمدند و فرق از خانواده او که به قهرمانی پسرشان باور داشتند، انتظارات برخی از مسئولین گشتی نوع سامبوی تاجیکستان از ورزشکاران معروف دیگر هم زیاد بود. با گفته محمد شریف سلیمانوف، مربی ورزیده گشتی، ورزشکاران تاجیک می توانستند جایزه و عنوانهای بیشتر به دست آورند، ولی در چند مورد داوران به اشتباه راه دادند و ناحقی کردند. قوزمایه بود که داوران کم ناحقی کردند. علل خصوص پهلوانان دسته منتخب روسیه رو خیلی دستگیری میکنند. داوران در قوزمایه وزن 52 کیلو پهلوان ما بسیار عمل کرد، برای پهلوان روسیه رو دستگیری کردند. ورزشکاران تاجیک از سوچی با 5 نشان، 1 طلا، 2 نقره و 2 برنجی به وطن برگشتند. نبی محمد خورکشف، پهلوان معروف دیگر که بعد یک بحث و با مشکل به مسابقه رسیده بود، در بازگشت تیم پهلوانان تاجیک را همراهی نمی‌کرد. او برای چند روز دیگر در مسکو میماند. مسابقه جهانی سامبو بین 93 دولت دنیا برگزار شد و افتخار غالبیت ورزشکار 22 ساله تاجیک بهروز خواجه‌زاده برای اولین بار بعد 14 ساله سرود ملی و پرچم تاجیکستان بالا شد. غالبیت بهروز جوان بر رقیب با تجربه و آوازه‌دارش استفان پاپوف تا دیر در خاطره مردم تاجیک نقش